من پارسال برج 6 جراحی داشتم سمت سینه راست. میگفت میترسیده. دیر هم تشخیص دادن. میگفت وسعش هم نمیرسیده داروی 64 میلیون تومانی شیمی درمانیش رو بخره. نتیجه این شد که سرطان در بدنش پیشرفت کرد. حالا چند خانم درگیر تهیه داروی هرسپتینن، دارویی که با تحریم ها قیمت یک دوره اون به 80 تا 100 میلیون تومان هم رسیده. در دنیا 1 نفر از هر 8 خانم و در کشور ما هر سال 7000 خانم به مجموع مبتلایان به سرطان سینه اضافه میشن و حدود نیمی از اونها محتاج داروی هرسپتینن. چیکار باید کرد؟ هرسپتین یا آمپول تراستوزوماب یکی از 8 داروی بیولوژیکی بود که به دست دانشمندان ایرانی ساخته شده و دیروز رونمایی شد. از این به بعد با نصف تا 40% قیمت خارجیش به خانم‌ها و مادرانمون عرضه میشه. قطعاً کل نیازی کشور تامین خواهد شد. این 8 دارو بیمه هم بشن. همه داروهای پیچیده، گرون و موثری هستن برای بیماری‌های سخت و همه انحصار شرکت‌های غربی بود. در حال حاضر فقط امریکا داره این بسیار ایران میشه دومین کشور بعد از امریکا که تولید می‌کنه. ایران در مقام دومین تولید کننده این دارو بعد از سوئیس قرار می‌گیره. 3 تا شرکت همین داروی فاکتور 8 رو در جهان به صورت مترکیب و ریکامبیننت تولید می‌کنن، اما هنوز نتونستن نیاز جهان رو برآورده کنن. ما اولین بیوسیمیلار سازش هستیم. علاوه بر نیاز کشور که پرونداز هست، توانایی صادرات به کشورهای منطقه هم داره، چون تو جهان اسلام در علوم اولیه تولید کننده هست. تولید داروهای بیولوژیک یا نوترکیب از حدود 15 سال پیش در ایران شروع و از 2 سال پیش جدی شد. بهمن پارسال 6 داروی نوترکیب و پیشرفته جدید تولید ایران شامل فاکتور 7 برای مبتلایان به هموفیلی و بوتاکس ایرانی هم رونمایی شدند. همراه با 4 داروی داخلی جدید دیگه برای شیمی درمانی سرطان سینه، کنترل آسم، کنترل بیماری ALS و پیشگیری از پوکی استخوان. چند وقته که تحت درمانی؟ مهر امسال بیاد 6 سال. خدا رو شکر این بیماری ترسناک هم دیگه با پیدایش داروهای نوترکیب جدید روز به روز درمان پذیرتر میشه. در کشور ما تا حالا 32 داروی بیولوژیک یا نوترکیب ساخته شدن، هم برای سرطان و هم بیماری‌های سخت. پیلگراستین ایرانی تولید شده، حالا با اسم پیدیگراستین. ریتوکسیماب ایرانی داریم، 100 میلی گرم هست. زومتای ایرانی داریم، زولدونیک اسید. تولید گلاتیرامر، جدیدترین داروی کنترل MS، دارویی که در انحصار رژیم صهیونیستی بود، هم در اردیبهشت امسال در ایران اعلام شد، همراه با 6 داروی جدید با فناوری بالای دیگه. فردا دنیا با حیرت خواهد ایران فاتح قله. اینها جدیدترین دستاوردهای دارویی دانشمندان ایران بودند که باز شدن مسیر تولید دانش، فناوری‌های دارویی و حمایت از بیماران رو نشون میدن. یاد می‌کنم. حالا بعد از این 33 سال ما 47 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی داریم که هر سال 10,000 پزشک، دندانپزشک، پرستار و داروساز و تحصیل کرده‌های علوم پزشکی از اونا فارغ التحصیل میشن. کنترل بیماری‌های واگیر در ایران به حدی رسید که امروز نزدیک 2 ساله سازمان بهداشت جهانی مجوز تولید، صادرات و نظارت بین‌المللی بر انواع واکسن رو به ایران اعطا کرده. با استانداردهای ما هنوز هیچ کشور دیگری در خاورمیانه به این توانایی نرسیده. بعد بگیم باعث افتخاره که الان بیشتر از 20 ساله که عمل‌های جراحی بسیار پیچیده هم در ایران ما انجام میشه. ما الان در اتاق عمل پیوند قلب بیمارستان دکتر شریعتی هستیم. هر سال 50 پیوند قلب در ایران انجام میشه. بعد از پیوند حالتون چطوره؟ بعد از پیوند نه الحمدلله به صورت طبیعی زندگی میکنم. در ایران هر سال 150 پیوند کبد هم انجام میشه. جراحی پیچیده‌ایه و سالی 10 پیوند ریه از 10 سال پیش. حتی پیوند دوریه که از سنگین ترین جراحی هاست در ایران اجرا میشه. پیوند مغز استخوان که حالا به صورت ساده تر و پیوند سلولهای بنیادی از خون در اومده، درمانی مؤثر برای سرطان ها و بیماری خونیه و دنیا بهش توجه خاصی داره، حدود 20 سال در ایران آغاز شده و حالا بسیار موفقه. شاید شنگول و منگول رو یادتون باشه، 2 تا بزغاله ترانسژن و شبیه سازی شده که دی ماه 88 به دنیا اومدن. ببین الان منگول اون بز وسطیه که 2 تا منگول هم آویزون از زیر گردنش و اون بز قهوه‌ای رنگ پشت شنگوله. هدف ما از به دست آوردن تکنیک شبیه سازی کاربردی کردن این دانش بود. از فناوری جدید دارویی بریم به سراغ سلول درمانی. سلول درمانی که گفته میشه آینده پزشکی رو میسازه، از 7 سال پیش در ایران آغاز شده. مثل سلول درمانی قلب.
بعد تزریق سلولای بنیادی من 100% مداوا گردیدم. And I have been always impressed by the enthusiasm and the ability of the students I've met in Iran. So I believe there's a good future. میسم پر از ببین الان جاهاش هست، پر از اینکه تمام تنش بود، حتی با داروی هارد، داروهای شیمی درمانی، یعنی داروهای شیمیایی ضد ایدز هم اینا هم تو ثابت بود. به محض اینکه آیمود رو اضافه کردیم تمام این چیزاش از بین رفت. آیمود داروی گیاهی برای کنترل ایدز سال 85 در ایران تولید شد و سال بعد از اون محققان ما از دستیابی به دارویی برای کنترل زخم پای دیابتی ها خبر دادن. آنژی پارس شستم کلن الان معلومه پوست جدید زده، این کف پام بوده، انگشتام کلن بوده. همواره در اهتزازیم، سر بلند و سرفرازیم، در راه سازنده